داستان کافه فراموشی قسمت اول نامه‌ای که 10 سال دیر رسید. هممون تو زندگیمون یه نفر رو داریم. یه آدمی که هر کاری هم بکنیم از یادمون نمیره. اسمش یه جایی تو قلبمونه. ولی خودش دیگه تو زندگیمون نیست. برای آوا اون نفر امیر بود. پسری که 10 سال پیش یه دفعه و بی هیچ توضیحی غیب شد و فقط یه جای خالی بزرگ گذاشت تو دل آوا. آوا حالا یه معمار موفقه. زنی که خوب یاد گرفته دور دلش دیوار بکشه تا دیگه کسی نتونه بهش آسیب بزنه. یه روز عصر وقتی بارون حسابی میبارید، برای اینکه خیس نشه پناه برد به یه کافه کوچیک و دنج توی یکی از کوچه پس کوچه های قدیمی تجریش. اسم کافه عجیب بود. کافه فراموشی. همین که وارد شد بوی قهوه و کاغذ کهنه پیچید تو فضا. روی یکی از میزا یه پیرمرد نشسته بود که با یه لبخند آروم نگاش کرد و گفت: بعضیا میان اینجا که فراموش کنن. بعضیا هم میان چیزی رو پیدا کنن که گم کردن. تو کدومشی دخترم؟ آوا فقط یه لبخند کمرنگ زد و قهوه سفارش داد. اما وقتی پیش خدمت سینی رو آورد، کنار فنجون قهوه یه پاکت نامه قدیمی و زرد رنگ گذاشته بود. روش با یه خط کاملاً آشنا نوشته شده بود: برای آوای من وقتی دوباره همدیگر رو دیدیم. دستهای آوا شروع کرد به لرزیدن. این خط امیر بود. همون خطی که سالها پیش توی نامه‌های عاشقونه مدرسه براش می‌نوشت. با عجله پاکت رو باز کرد. دلش داشت از سینه میزد بیرون. توی نامه نوشته بود: آوا، اگه داری اینو میخونی یعنی سرنوشت دوباره کشوندتت اینجا. من مجبور شدم برم، نه چون دلم میخواست، بلکه چون میخواستم تو سالم بمونی. یه رازی توی خانوادم بود که میتونست زندگیتو نابود کنه. من رفتم توی تاریکی تا تو توی نور بمونی. اما حالا اگه هنوزم دلامون به هم وصله، فردا ساعت 6 عصر ایستگاه قدیمی قطار منتظرت هستم. آوا خشکش زده بود. 10 سال سکوت، 10 سال بیخبری و حالا این نامه؟ با خودش گفت نکنه یه شوخیه یا امیر واقعاً برگشته. اون شب آوا حتی یه دقیقه هم خوابش نبرد. خاطره ها مثل فیلم از جلوی چشمش رد می شدن. اولین قرارشون، قولهایی که برای آینده داده بودن و اون شب لعنتی که امیر بی خداحافظی رفت. فرداش ساعت 6 عصر آوا با دلی که تند تند میزد رسید به ایستگاه قطار. بارون هنوز میبارید. روی سکو ایستاده بود و به ساعتش نگاه میکرد. 6:05، 6:10، هیچ خبری نبود. ناامیدی مثل یه سنگ سنگین افتاد روی دلش. با خودش گفت چقدر احمقم، چطور دوباره باور کردم. خواست برگرده که یه صدا از پشت سرش تمام وجودشو لرزوند. صدایی خشدار ولی آشنا، خیلی آشنا. هنوزم وقتی منتظری گوشه ی لبتو میجوی. آوا. آوا برگشت. یه مرد روبروش ایستاده بود. پیرتر شده بود، یه زخم روی گونش داشت، اما چشمهاش همون چشمها بود. امیر بود. آوا هنوز شوکه بود که امیر با عجله گفت نباید می اومدی آوا، اونا هنوز دنبال منن. همون لحظه نور چراغ‌های یه ماشین مشکی افتاد روی صورتشون و صدای ترمز وحشتناکی تو ایستگاه پیچید. اگه این داستانو دوست داشتی، اگه حتی یه لحظه با آوا و امیر همراه شدی، لایک یادت نره. سابسکرایب کن تا ادامه این داستانها و داستانهای دیگر رو از دست ندی. نظرتو برام بنویس. بگو اگه جای آوا بودی، میتونستی دوباره اعتماد کنی یا نه. تا داستان بعدی، مراقب دلت باش.